وجود برخی مشکلات در حوزه‌های راه و زیرساخت روستایی مسئولان شهرستان جرمی را برای پیگیری مطالبات مردم به روستاهای مرزی لوسچه‌درک و خانچندی از توابع بخش مرکزی جرمی کشاند. نه تلفن ثابت هست، نه تلفن همراه هست. مدرسه‌مون کانکشن نه برق داره نه گاز داره. نقطه صفر مرزی هستیم. آنتنای اونا میفته، باکسل و آذرسل اونا روی تلفن‌های ما رومیج میاره. Yağış yağanda eləyəndə biz müşkülə qalır, ya mərzimiz olar müşkülə qalır. ما از فرماندار می‌خواهیم واسمون یه مدرسه درست کنه. Suyumuz yoktu. Suyumuzu çəkib fərahım eləyib bizi. Dolanışığımızı gözəl eləyib. Dövlətimiz Allah kömək olsun. اهالی این روستاها به دلیل عدم دسترسی به تلویزیون ملی خواستار تقویت پوشش آنتن شبکه‌های ملی و استانی şudand. Təqaza edirik, istiyoruz, bizə də bir imkanat versinlər, bir dəcəl vursunlar, biz də baxaq, İranımıza baxaq, Ərdəbilin əxbarına baxaq. ارتباط ما با کل ایران قطع شده. از صدا سیما خواهش میکنیم که بالاخره به ما کمک کنند برای برنامه‌های تلویزیون. برخی مسائل و مشکلات این روستا اهم از بهسازی چشمه‌های آبی بود که قول داده بودیم، خوشبختانه عملی شد. هم بهسازی چشمه، هم اجرای طرح هادی، پوشش تلفن همراه و اینترنت پرسرعت و همچنین بحث پوشش شبکه‌های تلویزیونی مطرح بود که انشاءالله در طول سال 1402 و اوایل سال 1403 اقداماتی رو انجام بدیم. طی تماس تلفنی و مکاتبه‌ای که با مدیر کل صدا سیمای مرکز اردبیل خواهیم داشت نسبت به تقویت شبکه‌های داخلی هم اقدام کنیم. رضا عطایی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان جرمی، روستای مرزی خانچندی.